سلام بچه ها به چنل یوتیوب ما خوش اومدید. بچه ها یادتون نره زنگوله، سابسکرایب و لایک خیلی به ما کمک میکنه. بعد پیج اینستا ما رو فالو کنید، این زیر تک میشه. بچه ها موضوع امروز ما آدم فضایی است. پس بریم سریع سراغ ویدیو. بچه همونجوری که ما میدونیم آدم فضایی ها وجود دارن، اما ما اطلاعات زیاد کاملی ازشون نداریم. خب الان میخوام یه سری از حقایق رو بهتون بگم. تمام ما میتونیم که آدم فضایی ها وجود دارن و این هم واقعیت داره. آدم فضایی ها ما حتی نمیدونیم از کدوم سیاره هستن، از کدوم کهکشانن، چون که تو کهکشان ما میلیارد کهکشان وجود داره. در تمام کائنات اونقدری ستاره و سیاره هست که واقعا نمیشه شمردش. بی نهایت ستاره، بی نهایت سیاره، بی نهایت کهکشان. و جالبش اینه که کهکشان ها هر ثانیه، هر روز دارن رشد میکنن، دارن رشد خیلی زیادی میکنن. حالا ما با اینا کاری نداریم، فقط خدا انسان ها رو نآفریده، یه سری هم موجودات آفریده که متاسفانه خیلی هاشون هم به چشم ما دیده نمیشن، خیلی هاشون هم که ما میبینیم مثل حیوانات و خیلی هاشون هم که خیلی مرموزن مثل آدم فضایی ها. آدم فضایی ما هنوز نمیدونیم جنسیتی، نمیدونیم دارن یا نه، ما حتی نمیدونیم اونا چجوری زاد و ولد میکنن، ولی یه سری چیزا از آدم فضایی ها وجود داره. خب مثلا برای مثال آدم فضایی ها خب همه میدونیم علم خیلی زیادی دارن. اینو تو منطقه 51 هم متوجه شدیم که یه بشقاب پرندش واقعا هیچ انسانی نمیتونه از یه تیکه خیلی کوچیک اون اصلا سر در بیاره، بگه این اصلا چی هست، چجوری ساخته شده، چجوری هست، اصلا این برای چی هست. خب ما امروز اومدیم اینو یه خورده بازش کنیم. همونجوری که ما یه ویدیو دیدیم که فکر کنم نمیدونم چی کاره آمریکاست، من اینو واقعا نمیدونم، زیر اگه پیدا کردم روی صفحه تایپش میکنم، اومد جلوی دوربین رسما اعلام کردش که آدم فضایی وجود دارن. پس ببینید 50% شک ما در مورد آدم فضایی ها درسته. خب اما یه چیزی هم هست، ما میخوایم ببینیم آدم فضایی، میخوایم اطلاعاتی بیشتری به دست مثلا بهش دست پیدا کنیم. خب برای مثال این که اصلا آدم فضایی ها جنسیت دارن، چشاشون چجوریه. یه سری ویدیو من توی گوگل پیدا کردم مثل این که عرضم به حضورتون میبینید که یه چشم خیلی گنده‌ای داره و یه مغز خیلی گنده‌ای هم 100% توی سرش هست، چون سرش هم خیلی گنده است. خب بچه ها ما میدونیم که UFO وجود داره. اولین UFOیی که پیدا شده سال 1900 و فکر میکنم 34 که اولین UFOیی که پیدا شده، عکسش هم میذارم اینجاست. نه این بوده که اولین تصویری که ازش ضبط شده. ولی یه سری از جنازه های آدم فضایی هم پیدا شده. ما دیدیم که حتی من یه شایعه شنیده بودم که داخلی موزم گذاشتن، ولی این نمیدونم، فکر نکنم، نمیدونم شایعه است یا واقعیت. چند تا عکس دیده بودم از اینکه توی موزه گذاشتن، ولی فکر نکنم، چون که تمام دنیا سعی دارن که ما از این آدم فضایی ها کمتر متوجه بشیم. خب یه چیزی هم هست، ما حتی نحوه زندگی اونا و زبونشون هم بلد نیستیم. فقط چند تا فکر کنم آدم فضایی میخوام با انسان ها صحبت کنن یا مکالمه داشته باشن که یه چند تا نوشته روی چمن و کوه و اینجا از ما ازشون به جا گذاشتم.
ما هنوز نمیدونیم که حتی آدم فضایی ها اهرام مصر هم ساختن یا نه. واقعا نمیدونیم. اصلا ما اینا هیچ کاری نداریم. ما میخوایم ببینیم آدم فضایی اصلا چجوری هستن، چی هستن. واقعا تو کل دنیا سعی میشه که ما از اینا هیچی درک نکنیم. نمیدونم چرا. خب ما میدونیم که نیم کره سیاه ماه یا همون نیم کره تاریک ماه دروغه، چون که هم ماه دور زمین میچرخه و هم دور خودش میچرخه ماه، و هیچ وقت ماه یه طرفش سیاه نمیمونه، چون که ماه مثل زمین دور خودش میچرخه و دور مدارش که دور زمین است. خب تا اینجا ما یه سری تصاویر بوده، مثلا میگن که تو اونجا یه پایگاه داشتن، اینجا ما اونم نمیدونیم، ولی من تحقیق میکنم در ویدیو آینده نیمه تاریک ما هم براتون ویدیو میسازیم 100%. بعد عرضم به حضورتون که ما هیچ دسترسی اصلا به آدم فضایی نداریم. فقط یک دستگاه درست شده که به آدم فضایی سیگنال میده که اونم قابل استفاده نیست. یعنی احتمال داره اونا سلاحاشون خیلی قوی باشه اگر وجود دارن، اگر نمیان تو سیاره ما زمین، شاید خیلی اصلا سلاحاشون قوی باشه و با یک سلاح اونا ما کل زمین از بین بره. خب تا اینجا دو تا چیز متوجه شدیم. یک، اینکه ما نمیخوایم، یعنی یه سری از افراد نمیخوان که ما به اطلاعات آدم فضایی دست پیدا کنیم. دو، اینکه ما هیچ یعنی اینکه نیم کره سیاه ماه اصلا وجود نداره، چون که ماه اینو کره زمین دور خودش میچرخه و دور مدارش که میشه دور سیاره ما زمین. خب ما میدونیم میلیارد کهکشان، سیاره، بی نهایت ستاره اینا وجود دارن. فقط توی عالم هستی به این بزرگی فقط ما انسان ها نیستیم. شاید ما اشرف مخلوقات باشیم، اما روی زمین، نه تو کل کائنات. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. چنل ما رو سابسکرایب، زنگوله بغل یادتون نره، کامنت انگلیسی یادتون نره، خیلی به ما کمک میکنید با این سابسکرایب و زنگوله و لایک یادتون نره. و پیج اینستا ما هم بازار تک میشه، تو کامنت هم مینویسیم و یادتون نره دیگه. ما الان چون که تازه شروع کردیم به ویدیو گذاشتن، تازه چنلمون رو درست کردیم، خیلی به ما کمک میکنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.